با مناسبت اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی با ابتکار روزنامه ختلان در همبستگی با سود ولایت ختلان آزمون ایجادی اعلان گردیده بود. من همچون اشتراکچی آزمون فکر و اندیشه های خود را وابسته به ماهیت گومانیستی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نمودم و امروز باعث افتخار و سرفرازی من است که در این آزمون غالب برآمدم. باوری کامل داریم که اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی آغاز بلند گردیدن معرفت حقوقی تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان گردد، زیرا کنستیتوسیون نوین جمهوری تاجیکستان اعمار دولتداری نوین ما است و ناوابسته از آنی که ما در کدام ساحه فعالیت می نماییم شهروند جمهوری تاجیکستان هستیم. ما باید که داننده و رعایت کننده تمام معیارها و عنصرهای کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باشیم. طریق شبکه‌های اجتماعی اعلان آزمون را دریافت نمودم و مقاله خود را طریق پشته روزنامه ختلان به اون ارسال کردم و حتی از قریب که از یاد برآمده بود که کدام مقاله بود و کی بود و طریق تلفنی خبر دادن که مقاله شما سزاواری یعنی غالب این آزمون گردیده است و بسیار هم مینداری به پایان خود را به هیئت تدارکات به تشکیل کنندگان آزمون مذکور میرسانیم که توانست با همین واسطه اهل ایجاد و قلم را گرد هم آورد و بار دیگر از ماهیت کنستیتوسیون یعنی که سخن گوییم مهارت خود را مخصوصا ما جوانان مهارت و ملکه خود را در این ساحه نشان دهیم.